زوین اولین مربی او بود. با او صبر دانه ها را آموخت و ریتم برداشت محصول را. کار سخت بدنش را ساخت، اما اراده ای از فولاد ساخت. استراحت نه یک پایان بلکه سوخت بود. در 12 سالگی دنیای جدیدی از روغنداغ، ادویه‌جات و مشتریان عجول. ببین آقا، من قیمت خوبی به شما میدم، اینو امتحان کن. نه خیلی زیاد است. باشه، فقط به خاطر شما. اون نه تنها یک شاگرد بود بلکه یک مشاهده‌گر دقیق بود. در 15 سالگی او یک پادشاه بود. این مغازه اولین امتحان واقعی او. در 16 سالگی یک پیچ تند دیگر، از آتش آشپزخانه به آرامش سالن. خیلی عالی شده، دستت درد نکنه. آفرین پسرم، کارت درسته. به او هندسه برش را آموخت، روانشناسی مشتری را، گوش دادن به آرزوهای خاموش آنها. تشنگی او برای مهارت بی پایان بود. او می‌دانست که مهارت یک سرمایه جاودانه است. امروز 3 هویت یکی هستند: استقامت کشاورز، چشمان تیزبین تاجر و دقت کامل هنرمند. کارتان عالی است استاد. تشکر. امیدوارم روزی تو هم به اینجا برسین. سفر او هیچ توقفی ندارد. او می‌خواهد اکنون یک سیستم بسازد تا دانش خود را به دیگران منتقل کند. داستان او گواه است. مهم نیست از کجا شروع کنی. یک اراده قوی دنیای خودش رو می‌سازد. افسانه‌ای از خاک تا قیچی.